اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مزه‌دار است. خب هر قدر کلام زیاد قرآن بخونه سیر نمیکنه. هر قدر که زیاد بخونیم ای کاش که دگام بخونم. چرا؟ قرآن غذای روح است. انگلیسا که در افغانستان آمدن گفتی مردم جنگ فکری بکن. جنگ فکری چی است؟ برازیا بگو موسیقی غذای روح است. ولی شاگردای انگلیس همیشه چی میگن؟ میگه موسیقی غذای روح است. اصلا چی غذای روح است؟ قرآن عظیمشان. الا بذکر الله تطمئن القلوب. اطمینان قلبی با ذکر و یاد الله یاد میشه. یک کس شله بود که موسیقی غذای روح است. من گفتم خیر است که پدر جانت مرد با زواده جان کندنش قرآن نخوان، خو ساز چالان کو ببین که تا 3 روز لغتک میزنه یا نمیزنه. اگر مرده که بعد ترامت خو سرش موسیقی رو چالان کنید. بگی وصیت کرده بود که غذای روح من چی است؟ موسیقی است. 3 روز تو لغتک بزنه خب روح چیزه میشه. از این خاطر قرآن میخوان، کلمه میخوان، باز چی میست؟ روحش آرام میشه و بسیار آرامی میبره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الجن. این سوره کیست؟ سوره جن هست. این سوره را چرا سوره جن میگه؟ به خاطر از اینکه در این سوره الله متعال یکی از مخلوقات بسیار مهم خود را که جنیات هستن این معرفی میکنن. این سوره جن میگن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه این سوره جن معرفی میکنه و ایمان به جن معرفی میکنه. و ما مسلمان ها عقیده داریم که بله مخلوقات مثل ما و مخلوقات دیگه هستن که اونا را جن میگن. بعضی از این جن ها برادرای ما هستن. چرا برادرای ما هستن؟ انما المؤمنون اخوتون. یک تعداد از این جن ها مؤمن هستن و برادرای ما هستن و یک تعداد از اینا مثل شیطان های انسانی اینما یا شیطان ها هم دارن. همین قسم که انسان ها فرقه های مختلف دارن، جن ها هم فرقه های مختلف دارن. جن های موحد، یکتا پرست، مسلمان، کسایی که به پیغمبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردن برادرای ما و شما هستن. این جن های دیندار مؤمن همیشه میان در جلسات قرآن اشتراک میکنن و قرآن گوش میگیرن و موحد هستن و یکتا پرست هستن و من حیث برادر و خواهر مسلمان ما و شما ورکتش رابطه داریم. لکن باز میخوانیم در قرآن بر ما در سوره میگه که جنها فرقه های مختلف داره. میخوام که انسان ها مشرک داره، جنها هم مشرک داره، ملحد داره، جنهای بت پرست دارن، جنهای کافر دارن، جنهای یهود دارن، جنهای نصرانی دارن. از این خاطر جنها بسیار خطرناک هم هستن. از این خاطر متوجه باشین. در این سوره همین جنها را برای ما و شما معرفی میکنه و معرفی میکنه که اینا پیش رسول الله صلی الله علیه و آله قرآن گوش گرفتن و با وحی ایمان آوردن و این مخلوقات موجود هستن و کسی که انکار میکنه کافر میشه به این سوره قرآن. کسی که از وجود جن انکار میکنه. سوره جن کس میگه مکیتون، مکی هست، قبل از هجرت یا در مکه مکرمه نازل شدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اوحی الیه، به طرف ما وحی کرده شد، انه استمع، این که گوش گرفت، نفر من الجن، یک تعداد از جنها. چی را گوش گرفتن؟ قرآن عظیم الشان که رسول الله صلی الله علیه و تلاوت میکرد اینا گوش گرفتن. فقالو، باز اینا گفتن که انا سمعنا قرآنا عجبا، ما شنیدیم قرآن را که بسیار عجیب است، کتاب عجیبی هست. عجب بودن از این برای جنها چی بود؟ گفت این کتاب یهدی الی الرشد، هدایت میکنه به طرف راه درست. چی کردن آلیکیا شنیدن؟ فآمنا به، گفت ما به ایمان آوردیم. پس این جنهایی که در عصر رسول الله صلی الله علیه و آله آمدن و از رسول الله صلی الله علیه و آله قرآن شنیدن، باز اینا ایمان آوردن به قرآن عظیم الشان. ولن نشرک بربنا احدا، و گفتن ما شریک نمی کنیم بر رب خود که الله هست احدا، هیچ کسی را. و انه، و یقینا که انه تعالی، الله متعال که است، جد ربنا، شأنشی است که جد به معنای با عظمت است. ربنا، ای پروردگار ما، یعنی بسیار عظیم و بزرگ است ای پروردگار ما. متخذ صاحبتا، چون بزرگ است، عالی مقام هست، این نگرفته هست همسر. چرا کسایی که همسر میگیرن اینا انسان ضعیف و محتاج است. ولا ولدا، و نه هم فرزند هم نداره، نگرفته.
و نیازی ندارن. و انه کان یقول سفیهنا، و یقینا که کان یقول می گفت سفیهنا جاهل ما علی الله بر الله شططا دروغ. این جنها میگه بعضی کسا بود که جاهل بودن، اونا بر الله دروغ میگفتن، سخنای ناحق میگفتن. و انا میگه ما که بودیم ظننا گمان میکردیم که ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا، میگه ما تو فکر میکردیم که انسان ها و جن ها سر الله دروغ نمیگن. ما میگفتیم انسان خود دروغ نمیگه سر الله، جنام دروغ نمیگه، پس گپایی که اینا میگن راست است. حال فهمیدیم که نه، بعضی انسان ها هستن در لباس عالم دین و در لباس انسان با تقوا دروغ میگه، مردم به شرک مبتلا میکنه. و بعضی جنهای هستن که در لباس با تقوا و دیندار مردم به چی مبتلا میکنن؟ به شرک. مشرک هستن، منافق هستن، مرتد هستن. باز ما فکر میکنیم که خود دروغ نمیگن، لکن دروغ میگن، احتیاط کنین. و انه کان رجال من الانس، دیگه میگه مشکل دیگه چی بود؟ که یک تعداد از مردهای انسانی یا عضون این مردان می آمدن پناه می بردن به رجال من الجن، بعضی از جنها. بعضی از مردم ها هست ایره شرک در چی میگن؟ شرک در استعاذه میگن. انسان مسلمان فقط پناه به کی میبره؟ به الله میبره. این کسایی که شرک در استعاذه دارن، بعضی اوقات پناه به جن میبرن، گاهی پناه به درخت میبرن، گاهی پناه به قبر میبرن، گاهی پناه به موره میبرن. دمی گردنهای اشتکای خود دست باربندایش مورگکا رو ویزان میکردن، در گردنهای خود تومارهای کته کته سنگا و چوب میآوردن، پناه میبرن به اشیاء مختلف. این میگه که یک تعداد از انسانها بودن که یا پناه میبردن به جنها. وقتی که اینا را به جن پناه میبرد، جن میگفت که از ما که انسان ها مقام بلند دارن، کرامت دارن. آلی این انسان های بدبخت که کرامت خود از دست میتن، میره به جن ها پناه میبرن، فزادوهم، بازی ها چی میکنن؟ پس زیاد میکنن برای جن ها چه؟ رحقا، سرکشی را. فهمیده یعنی؟ ایوازی که اونا انو سرکش میشه. چرا؟ اگه تسلیم جن شدی، تسلیم جن کافر شدی و تو از قرآن و سنت دور شدی، بازو تو را چی میکنه؟ و انو سر تو قدرت پیدا میکنه. از این خاطر است همین کسایی که مثلا مشکل پیدا میکنن، باز مشکلات خود میرن پیش جنها و مشرکین میرفتن. یک وادی بود به نام وادی جن، با صدا میکردن که او کلان جنها مرا نجات بده، تو پناه برده مرا از این شر فلانی. و هنوز سر از این قدرت پیدا میکنه، بازی هنوز هم قیل میکنه و میزنه در زمین و قیل میکنه. اما اگر این قرآن بخونه، سنت بخونه، عقیده قوی داشته باشه، سوره بقره را در خانه خوانده شود، از این خانه خود به خود شیطان ها چی میکنن؟ فرار میکنن. چرا؟ قرآن با عظمت است، کلام الله با عظمت است. بعضی اوقات رجال الجن میگن، رجال الغیب میگن. رجال الغیب چی است؟ که بعضی مردم ها هست که رجال الغیب میگه، و رجال الغیب نیستن، رجال الجن هستن. یک کسی قرار مت شیشته، یک کسی میای برش یاد خوش میای و این برش میگه بخی ما کتت کمک میکنیم، بخی برو تعویض بده. باز یک دفعه زن میخیزه میگه من پریزن هستم. اینه پریزن. بازی پریزن خبر نداره که جن مسلمان مخالف شریعت الله کسی را دعوت نمیکنه. او جن کافر است، جن منافق است، جن مشرک است. او با منافقتی میگه من مسلمان هستم. وقتی که گفت مسلمان هستم، خب اگه تو مسلمان هستی چرا پیش یک عالم نمیری؟ میره یک زن جاهل پیدا میکنه بی سواد، یا یک مرد جاهل بی سواد پیدا میکنه. بازی میگه بخی دیگه، ناله بخی تعویض بده، بخی مردم چی بده. باز که بری که یک دانه زن شیشه یا یک مرد شیشه در تعویض خود خطا خود نمیفهم، باز خطا کرده میره و انترا کرده میره. برو یک دیگ حلوا ببر به قبر فلانی. چرا؟ و جن از این طریق چی میکنی؟ ره مشرک میسازن. برو یک دانه مرغ ذبح کو زیر پای فلانی. این خب میفهمه که فصل لربک وانحر. نحر عبادت از ذبح حیوان و پرنده عبادت است. این اگه در زیر پای مرده یا زنده ذبح کردی، در شرکی مبتلا شد. اینال او میره مشرک میشه. کی مشرک ساخته شه؟ پریزن، پریمرد، نه پریمرد، دیومرد. باز میگه شامرد است، دیومرد است. باز این چی است؟ این مرد در حالی که خودش چی شده؟ کسانی که جن تابع میکنن، او تابعی که میکرد معجزه کی بود؟ سلیمان علیه السلام بود. تو معجزه سلیمان علیه السلام بود. حتی رسول الله هم وقتی که یک دانه شیطان گرفت، گفت نمی لگنه ما تو را گرفته بودم، در ستون بستیت میکردم که صبح کلگی تو را بینی. اگر معجزه برادرم سلیمان علیه السلام نمی بود، چون معجزه برادرم سلیمان علیه السلام است که شیطان ها زیر دست ازی کار میکردن. پس از این خاطر
شیطان ایلا کرد. پس بسیاری وقتا این جنها گفتن که جنهای مسلمان که بعضی سیکو جنهای مسلمانی را میگن که بعضی از مردها بودن پیش جنها میرفتن پناه میبردن، بازی برشان هنوز چی رو زیاد میکرد؟ سرکشی را. جن مسلمانی قسم نمیکردن. جن مسلمان انسان رو تشویق میکنه به طرف دینداری، خودش کلمه میخوانه، موحد میباشه، کار کسر آزار نمیته، اذیت نمیرسانه. چرا جن میفهمه که مسلمان است، اگه من کسر اذیت بسازم برسانم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یک مثقال ذره که شر برسانم برای یک مسلمان، من ایره میبینم. پس به این خاطر این جنهای مسلمان گفتن که ما فکر میکردیم که انسانها و جنها بالای الله دروغ نمیگفتن و انه کان رجال من الانس، یقینا که بودن بعضی از مردهای انسانی یغضون پناه میبردن به رجال من الجن، و شخصای از جنها، فزادوهم رحقا، پس اینا را زیاد در ارحاق می انداخت. حال بسیاری یکی از علامات جادوگر چی هست؟ که بشناسی که جادوگری که کتش شیطان باشه، علامتش چی است؟ که اونمو شیطان چی میکنه؟ او شیطان میگه که از این معامله میکنه. برش میگه که یک جادوگر توبه کرده بود، باز خودش قصه کرد، گفت وقتی که کتما جنها معامله کردن، باز بر ما گفتن که یک دو سه کار ما بر تو میکنیم، دو سه کار تو بر ما بکن. دو سه کار که تو بر ما باید بکنی، اول تو باید کافر شوی، قرآن بگی زیر پایت لغت کن. چرا جادوگر تا وقتی که قرآن لغت نکنه او شیطان بر ازی کمک نمیکنه. گفت قرآن لغت کو، گفت قرآن لغت کردم، باز اومد گفت که تو قرآن کثافت نشته کو، کت خون نشته کو، خون چتل است که بیادبی به قرآن شود. گفت این کار هم کردم. گفت دیگه قرآن چی که قرآن مثلا در کثافات بر تو. جادوگرها را گیر کردن، بسیاری جادوگرها را در بسیاری کشورها گیر میکنن که قرآن بسیار چتل کردن، مردار کردن. پریزه نشان میده که حتی کت خون حیض خود قرآن نوشته کردن، گیر کردن، سرش زدن در کشورهای عربی. این کارا را پریزنا میکردن. بالاخره باز گفت که وقتی که این کارا را من برش کردم که من کافر شدم، باز گفت هر کسی که پیش تو میاد او را باید کافر و مشرک بسازی. بنان پیش از او که بیری، باز میگه برو مرغ بیار، گوسفند بیار، بز بیار، ببرد تشناب، باز او را ذبح میکنه، بز سیاره، مرغ سیاره، اینی گپاره. باز گفت خیر ما چی میکنیم؟ گفت ما برای تو دو نفر میدیم. دو نفر میدیم که هر انسان کس یک شیطان هست. امیال که هر انسان یک تا جن هست، جن شیطانی که تمام است، که تو هم است، که کلگی ای هست همراهش. گفت بازی از کل قصایزی با خبر است. اینال تو که پیش از جادوگر بری، باز امو دو تا خدمتگارای از جادوگر ایمو کل قصه را از امو قرین ازی میگیره، باز بر تو قصه میکنه. تو که پیشش بری علامت جادوگر همی است، تو میگه گپ نزن، دینه شوی کارا کردی، پری شوی کارا کردی، شو جمعه کارا کردی، فلانی جایی کارا کردی. اینال تو اگر عقیده درست باشه، قرآن بفهمی، میفهمی که او ای خو دینه شو که ده بجای شو من ای کار کردم، مرا کی دید؟ الله دید. ای خو پیغمبر نیست که الله برای وحی کرده باشه. دیگه کی دید؟ ملائکه هست. ملائکه خو که نوشته کردن و خو با امانت هستن و خو این نوشته را برای الله نوشته میکنن. برای ای از کجا خبر شد؟ دیگه کی بود؟ که ما هیچ کس نبود، ما تنها بودم. که ما یک شیطان هم میباشه. برای کی خبر دادم؟ امی شیطان. این شیطان به دو تا شیطان دیگه خبر میده. اینال باز برای تو برات میگه که بشی تو بچه، نامت فلانی نیست، نام پدرت فلانی نیست، ساعت 10 بجه شو موبایل آواز نکردی، تو اینی فیلم ها رو سهل نکردی، تو خدا. اینال بسیاری کساست وقتی که گپا را گفت میگه او با خدای عالم غیب است. اینه کل غیب فهمید. کمی عقیده کردی که جادوگر عالم غیب است، کافر شدی. باز از تو را اساسا میگه، باز تو برش میگه که حالا خیسه به قدر میفهمه قیمت چطور میشه. باز میگه یک هفته با سر تو یک غم میه، یک ماه با سر تیم مشکل میه. باز تو دیگه تصدیق کردم میگه بله 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 بله. باز چی میگه؟ باز من بر تقدیری تا تغییر میتم. این مصیبت است کلی چی میکنم؟ بده 5000 بده 10000. اینال باز تو اقرار به زبان میکنی، از جیبکت 5000 میکشی، تصدیق به قلب، کافر شدی. از این خاطر همین فالبینا و جادوگرا که از روز 100-200 نفر کافر کرده میرن، فابریکی کافر سازی. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که کمی ساحره که گیر کردین گردنش کت شمشیر بزنین، تو ترس تو طرف که دیگه چیز گردنش باید کت شمشیر بزنین، چرا کافر ساختن میره. حال اینها میگن جنهای مؤمن چی میگه؟ میگه و انه
یقینا که این گپ که کان رجال من الانس بودن یک تعداد از انسانها، مردهای از انسانها که یعوذون پناه می بردن، ایوازی که به الله پناه ببرن، به کی پناه می بردن؟ به جنها. شرک در چی داشتن؟ شرک در توحید پناه بردن، توحید عبادت. به رجال من الجن یعوذون به رجال من الجن پناه می بردن به مردای از جن، فزادوهم رهقا، پس اینا زیاد کرد بر از اینا چیه؟ سرکشی را. جنها هنوز سرکش شدن، گفتن یا خب لوده مردم هستن، بیدین مردم هستن، بی غیرت مردم هستن، مزدور ما هستن. اینه آمدن پیش ما. حالا سعی کنین چقدر انسان ذلیل میشه. جادوگر انسان کرامت داره. الله متعال میگه ولقد کرمنا بنی آدم. انسان کرامت داره و مسلمان پیش الله بسیار عزت داره. ایناله جن از کرامت تو کده پایین تر است. باز جنی که کافر شده بیخی ذلیل است. باز این شیطانی که ذلیل است، باز شاگرد از این شیطان کی است؟ جادوگر است. جادوگر چتلخور ذلیل که شاگرد ابلیس است، تو با کرامت خودم میری پیش شاگرد ابلیس زانو میزنی. چقدر خدا پس ساختی. اینالو جادوگر میگه اینه والا هست نیست، اینه ما این لوده را گیر کردیم، اقا پیسه میگیره از پیش از یا که چی برتان بگویم، مفت و انهم ظنوا کما ظننتم. میگه اینا هم چی کردن؟ گمان میکردن کما ظننتم، این گمان میکردن که لا یبعث الله احدا، که هیچ کس را الله مبعوث نمیکنه. جنهای جاهل امی عقیده داشتن که الله کس را مبعوث نمیکنه، هیچ پیغمبری نمیاد. آلیا میگن چی گپ شد؟ میگه و انا لمسنا السماء، این جنها میگه ما رفتیم طرف آسمان، فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، دیدیم که در آسمان حرس چی رو میگن؟ حارس، نگهبانا. دیدیم که ملائکه زیاد هستند دم روی ما. و شهبا و امو شعله هایی که توسط ستاره ها زده میشن. در سابق این شعله ها بود، کم. بعضی از شیطان ها میرفتن پت طرف آسمان و در آسمان ها وقتی که احکام الله بیان میشد و ملائکه در بین هم گپ میزدن که امروز وظیفه ماییست، این کارا میکنیم، اینجی کارا میکنیم، وظایف تقسیم میکنن. نه در وقت تقسیم از اینا شیطان ها میرفتن گپ بعضی از ملائکه رو چی میکنن؟ گوش میگرفتن، بازی رو میآوردن، یک تا راست 20 تا دروغ سر از زیاد میکنن. گفت آلی که رفتیم که دیدیم که نگهبان ها بسیار زیاد است و شعله های آتش هم که میزد شیطان ها را بسیار زیاد است. کل از ایران ماندن که چی گپ است. از این خاطر می گشتن که چی گپ است. بالاخره در مکه مکرمه رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدن که رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن میخوانه. این باز اینجا گفتن که و انا لمسنا السماء، ما لمس کردیم رفتیم به طرف آسمان، فوجدناها، پس یافتیم آسمان را ملئت که پر شد از حرسن، از حارسا و پیردارا و نگهبانا، از ملائکه، شدیدن بسیار زیاد، مثل که حالت اضطراری باشه. همین کلگی همین چیزای ملائکه که هست کلشان تیار ساید استاد هستن، کمی برید چپیت میکنه. و شهبان و شعله هاست که تو راکت ها دیگه آماده هست، کمی برید از پشت فایر میشه. و انا کنا نقعد، یا میگن ما که بودیم نقعد، میرفتیم میشیشتیم منها از این آسمان، مقاعده، یگان جایهای میشیشتیم، مقاعد للسمع، جای میگرفتیم برای چی؟ برای شنیدن که گپای ملائکه را چی کنیم؟ بشنویم. فمن یستمع الان، اگر آل کس بشنوه بخواه که گپای ملائکه را در آسمان بشنوه چی میشه؟ یجد له شهابا رصدا، آل کمی بیری سرت چی میه؟ سرت یک شعله میه، یک راکت فایر میشه و اموجه درت میته. رصدن بسیار اموت در ترصد هستن، تیار کرده شده. و انا لا ندری، و میگه ما نمیفهمیم که اشر ارید بمن فی الارض، که آیا این کار به خاطر شر شده بر مردم زمین، بر شرشان این کار شده بود، ام اراد بهم ربهم رشدا، یا ای که پروردگارشان بر از اینا کار خوب یا هدایت را میخواست. این راه ما را که بند کرد، اینقدر که در آسمان ها قیدی گرفته شده و جن ها نمیتونن اونجا برن، شیطان ها نمیتونن استفاده بکنن دیگه. این نمیفهمیم که به خاطر چی هست. از این خاطر آل فهمیدیم که این چی هست که پیغمبر آخر آمده، قرآن نازل شده و حق بیان شده است. از این خاطر این خیر است برای اهل زمین. و انا من الصالحون، و یقینا که هست از ما بعضی مردمای نیک. اعتراف میکنه خود جنها که ما هم در بین خود، کل ما خوب مردم نیستیم، در بین ما مردم صالح، موحد، یکتا پرست و مؤمن است. و منا دون ذالک، و بعضی از ما پایانتر از این هست، مشرک است، ملحد است، مرتد است.
کنا طرائق قددا، ما بودیم در طریقه های مختلف، هر کس برای خود یک طریقه ساخته بودن. ما طریقه های زیاد داشتیم، یهودی داریم، نصرانی داریم، ملحد داریم، آتش پرست داریم، قبر پرست داریم، بت پرست داریم، طریقه های مختلف هست، هزار قسم طریقه جور کردن، اونا هم دارن. و انا ظننا، و آل میگه ما یقینا که عقیده کردیم، ظن اینجا به معنای عقیده هست، عقیده کردیم که لن نعجز الله فی الارض، که ما عاجز کرده نمیتونیم الله را در زمین، ولن نعجزه هربا، و هرگز ما الله متعال عاجز کرده نمیتونیم هربا به فرار کردن. چرا؟ از مالکیت الله ما فرار کرده نمیتونیم، هر طرف که بگریزیم الله ما را میبینه و هر جایی که ما بریم اموجه الله ما را گیر میکنه، جای فرار وجود نداره. پس جنها هم دیدن که راه فرار وجود نداره، اینا هم مؤمن شدن، مسلمان شدن، کلمه خواندن، تسلیم شدن، امی مسلمانش. و انا لما سمعنا الهدى، آل جنها چی میگن؟ امی جنهای موحد یکتا پرست میگه و انا و یقینا ما لما سمعنا الهدى، وقتی که شنیدیم هدایت را، یعنی قرآن عظیم شان را شنیدیم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدیم، آمنا به، ایمان آوردیم به قرآن عظیم شان، ایمان آوردیم به سنت رسول الله، ایمان آوردیم به الله، به ملائکش، به کتابش، به رسولش و به روز قیامت، به کل ذی. فمن یؤمن بربه، پس هر کسی که ایمان به رب خود بیاره، به خالق خود، به رازق خود، به شفا دهنده خود، به روزی دهنده خود، فلا یخاف، پس این نمی ترسد، بخسا از کدام نقصان، ولا رحقا، و نه هم از کدام زیاده روی و ظلم. و انا من المسلمون، آل ای جنها میگن از ما که از فکرتان باشه او مسلمان ها، که شما بازی نخورین، در بین ما بعضی از جنهای مسلمان هستن، من المسلمون، بعضی از ما مسلمان هستن، برای کس ضرر نمیرسانن، کس را اذیت نمیکنن، کس را آزار نمیتن، مطابق قرآن و سنت عمل میکنن، مسلمان ها را برادرای مؤمن خود میدانن، به امرای از اینا نیکی و دوستی و محبت میکنن. و من القاسطون، و بعضی از ما که هستن قاسط هستن. قاسط به معنای چی؟ ظالم هستن، مشرک هستن، مرتد هستن، کافر هستن، بیدین هستن، یهود هستن، منافق هستن. فمن اسلم، پس او کسانی که اسلام آوردن، فرمان برداشتن، فاولئک تحروا رشدا، اونو جنها، اونها خواه انسان باشه خواه جن باشه، تحروا یافتن رشدا، راه مستقیم را. و اما القاسطون، و همه انسان های ظالم، مشرک، مرتد، بدعتکار، خیانتکار، فکانوا لجهنم حطبا، پس اینا هستن بر جهنم چی؟ هیزم. حطب امو درگران و هیزم دوزخ هستن. و لو استقاموا علی الطریقه، الله متعال میگه اگر اینا استقامت بکنن علی الطریقه، بر راه مستقیم که راه توحید است، طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، لاسقیناهم ماء غدقا، الله متعال میگه ما اینا را می نوشانیم ماء آبی را که غدقا اموت بسیار زیاد فراوان است، لنفتنهم فیه، که امتحان بکنیم آنها را در آن. و من یعرض عن ذکر ربه، و هر کسی که اعراض بکنن، رو بگردان، عن ذکر ربه، از شریعت پروردگار خود، از حکم پروردگار خود، از یاد پروردگار خود، یسلکه عذابا صعدا، الله متعال داخل میکنه او را در عذاب صعدا، بسیار سخت. آل توحید و وحدانیت الله در مساجد، الله متعال میگه و ان المساجد، و یقینا امین مسجدا که هست، لله خاص برای عبادت الله بنا شده، فلا تدعو، پس دست دعا را بلند نکنین، مع الله احدا، به امرای الله به هیچ کسی دیگه، یعنی در مساجد مرده را دفن نکنین، در مساجد عکس ها را بند نکنین، در مساجد به نام مخلوقات دعا نکنین، نام مخلوقات نگیرین، از مخلوقات نخواین. مسجد جای الله هست، فقط باید در مسجد عبادت الله شود. و انه لما قام عبدالله، و یقینا هنگامی که استاد شد بنده الله، یدعوه، که دعوت میکرد او را، کادو یکونون علیه لبدا، میگه نزدیک بود که همین مردم یک جایشان بالای وی لبدا چسبیده، یعنی اما سر همین قسم بالای یکی دیگه اما تو استاد شون دیگه. وقتی که بنده الله دعوت میکرد، همین جنها را بعضی میگن که جنها چی کرده بودن، از دستی که زیاد آمده بودن، میگه حتی یکی سرشانه دیگه خودم تو سر چی بودن، استاد بودن، گوش میگرفتن گپای کی را؟ گپای رسول الله صلی الله علیه و سلم.
جنها گوش میگرفتن گپ های رسول الله صلی الله علیه و سلم را. قل بگو آل بر رسول الله سمیه وقتی که اینا آمدن و در مسجد جمع شدن، چی انسان ها آمدن چی جن ها آمدن، تو برشان توحید بیان بکو. قل بگو اینی مکه هستم، خدا معرفی بکو. بعضی کسا در شخصیت پیغمبر افراط میکنن، بر از او صفات الله را میته، او را عالم غیب میگن، شرکیات و کفریات میکنن. قل بگو برشان اینی مکه هستم لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من پیغمبر هستم، من مالک ضرر و نفع بر شما نیستم، من خودم مخلوق هستم، پیغمبر هستم، نه بر شما ضرر رسانده میتونم و نه نفع. قل اینی، باز بگو برشان ای پیغمبر هستم، مکه هستم لن یجیرنی من الله احد، هیچ کسی از الله مرا نجات داده نمیتونه، نجات دهنده من فقط الله هست و من بنده الله هستم. ولن اجد من دونه ملتحدا، و من خودم بغیر از الله کدام جای پناه دیگه ندارم. شما جنها هم بفهمین، شما انسان ها هم بفهمین که من خودم برای کس نفع ضرر رسانده نمیتونم و من خودم که پیغمبر الله هستم به الله پناه برم. بنان شما انسان ها و جن هایی که پیرو من هستین باید به می عقیده باشین. خود برای مردم غلط معرفی نکنین. دعوتگر باید خدا کلان معرفی نکنه که من میتونم هر کارا بکنم. ما بغیر از الله به کس دیگه پناه نمیبرم. الا بلاغ من الله و رسالاتی، ما کاری که وظیفه‌ای که دارم فقط چی هست؟ تبلیغ است. من دیگه کارها را کردن نمیتونم، من بر کس نفع میتونم برسونم، نه ضرر رساندن نمیتونم، نه کس را پناه دادن میتونم. او کارا کار الله هست. خی وظیفه تو چی ای پیغمبر صلی الله میگه الا بلاغ، مگر ای که من تبلیغ میکنم از طرف الله، بیان میکنم احکام الله را و رسالاته و پیغامای الله را. هر حکمی که الله بر من میگه من همون رو تبلیغ میکنم. و من یعص الله، و هر کسی که نافرمانی بکنه الله را و رسوله و از رسولش را، فإن له نار جهنم، یقینا که بر از او آتش دوزخ است، خالدین فیها ابدا، همیشه در آتش دوزخ می باشند. حتی تا زمانی که اذا رأوا، وقتی که ببینن ما یوعدون، آنچه که برشان وعده داده شده هست، فسیعلمون، با سود است که بدانن، من اضعف ناصرا و اقل عددا، که کی ضعیف است از نگاه نصرت کننده و کی عددش بسیار کم است. چرا کافرها میگفتن که ما تعداد ما زیاد است و ما قوی هستیم؟ باز گفت روزی که اینا روز قیامت ببینن باز میفهمن که کی قوی هست و تعداد پیروایی که زیاد است از این کم است. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و این ادری، من نمیفهمم، من علم غیب ندارم، اقریب ما توعدون، که آیا نزدیک است آنچه وعده داده میشین؟ ام یجعل الله ربی امدا، یا ای که رب ما الله برازو وقت یا زمان زیادی را گذرانده است. عالم الغیب، الله عالم غیب است. عالم غیب این صفت در توحید علم غیب الله است. فلا یظهر علی غیبه، پس خبر نمیدهد الله به غیبش احدا، هیچ کسی را. هیچ کسی علم غیب نداره و الله متعال برای هیچ کسی علم غیب نداده، الا مگر ای که من ارتضی من رسول، برای کسایی که از پیغمبرایش که الله راضی شده که بر از اونا وحی را میته، فانه، پس یقینا که یسلک، روان میکند، من بین یدیه و من خلفه رصدا، که از پیش روی از او و پشت سر از او رصدن، ملائکه هایی که او را ترصد میکنن. چی معنی؟ معنیش است که یکی علم غیب است، یکی اخبار عن الغیب. باید مسلمان بین از دو چیز فرق بکنه. ما الفرق بین علم الغیب و الاخبار عن الغیب؟ چی فرق است بین علم غیب و اخبار از غیب؟ علم غیبی است که الله متعال داره، غیب الله میفهمه و هیچ ملائکه، پیغمبر، جنها، هیچ کدام از اینا غیب نمیفهمه. اخبار از غیب چی است؟ که بر ملائکه و یا بر پیغمبر از طریق وحی بر از او خبر داده میشه. بعضی مسائل غیبی، مثلا بر ما و شما از غیب الله متعال بر جبریل امین خبر داد، جبریل امین بر رسول الله هم خبر داد و رسول الله هم بر ما و شما خبر داد. حالا ما و شما بعضی غیبیات را میفهمیم. بعضی غیبیاتی را که بر ما و شما اخبار شده چی است؟ میفهمیم که جنت هست، میفهمیم که دوزخ هست، میفهمیم که الله اینی صفات داره، میفهمیم که مثلا قیامت هست، میفهمیم صراط هست، میفهمیم قنطره هست. این کلش مربوط به چی میشه؟ بر غیب. ما از چی فهمیدیم؟ اخبار شد بر ما از چی؟ از غیب. این حال بر پیغمبر هم امی گپا رسید، او آمد بر ما و شما تبلیغ کرد. اما روز قیامت چه وقت است؟ دقیق لحظش نه پیغمبر میفهمه نه ملائکه میفهمه. این علم غیب الله
هست. کی جنتی هست، کی دوزخی هست، کی میفهمه ایره؟ الله میفهمه. متوجه هستین؟ تعداد جنتی ها چقدر است، تعداد دوزخی ها چقدر است، دیگه مسئله کلش میفهمه. ما و شما صفات الله را میفهمیم. این صفات الله چه قسم است؟ علم غیب است، ما نمیفهمیم. پس الله متعال میگه که علم غیب الله را هیچ کسی نمیفهمه مگر ای که خبر داده شده برای بعضی از پیغمبرها. از طریق چی؟ از طریق وحی. لکن امو پیغمبر هم از پیشرو از پشت سرش ملائکه را ترصد میکنن که چیزی از خود زیاد و کم نمیتونه. یعنی پیغمبرها هم 100% حق میگن. من بین یدیه و من خلفه رصدا. چی هست؟ ملائکه در ترصد هستن، نگهبان هستن. لیعلم، تا که معلوم بکند ان قد ابلغوا رسالاتهم، ای که امی پیغمبرها ابلاغ کردن رسالات پروردگار خدا. و احاط بما لدیهم، و احاطه کرد با آنچه که در نزدشان است. و احصا کل شیء عددا، و شمرد هر چیزی که در حساب هست. یعنی گپ سر از این هست برادران و خواهرای محترم که بعضی کسا افراط میکنن و تفریط میکنن. افراطی است که بعضی کسا میگن که پیغمبرها غیب میفهمن، اولیاء الله غیب میفهمن. این حالا اگر بگویی که پیغمبر غیب میفهمه، بعضی کارهایی که پیغمبر کردن باز پیغمبرها متهم میشن به بعضی مشکلات. مثلا تا کس عقیده کنه که ابراهیم علیه السلام غیب میفهمید، پیغمبر بود. وقتی که پیغمبرها غیب میفهمن، به این معنا که ابراهیم علیه السلام غیب میفهمید. اگر ابراهیم علیه السلام غیب بفهمه، به این معنا هست که ابراهیم علیه السلام خیناق رفت و گوساله را کشت. و خب میفهمید که ملائکه چی نمیکرد؟ گوشت نمیخوره. پس معلوم میشه که العیاذ بالله باز نسبت میتن به پیغمبر چی را؟ به پیغمبر چی را نسبت میتن؟ یعنی کارهای ناجایز و غلط و بیهوده را. و این در شأن و عصمت پیغمبران است. بلکه عقیده درست می هست، عقیده قرآنی که پیغمبرها غیب نمیفهمه. آنچه که اخبار از غیب بر از آنها شده، اونو را خبر از غیب میدن، به اون اندازه که برشان چی شده؟ وحی شده. اما غیبی که همه چیز بفهمه، اگر ملائکه غیب میفهمید، پس چرا نامهایی که به آدم علیه السلام گفته شد ملائکه یاد نداشتن؟ باید میگفتن که ای پروردگار ما غیب میفهمیم، فلانی فلانی فلانی. ملائکه گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا. این عقیده توحید است که ملائکه غیب نمیفهمیدن. مثلا نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله غیب نمیفهمن. عالم غیب فقط الله هست و این توحید در علم غیب الله میگن. و اخبار از غیب کسی علم غیب نیست. اخبار از غیب ای که توسط وحی میشه، ای باز علم غیب گفته نمیشه، خبر از غیب گفته میشه. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله، استغفرک و اتوب الیک.